السلام علیکم همدیاران عزیز و ارجمند بینندگان گرامی. گروه جادی برنامه دوست داشته تان رنگین کمان خیلی خوشنود و سرفرازند که به شما برنامه اولین سال 2022 را پیشکش می نمایند. همدیاران عزیز و ارجمند، ما همه شما عزیزان را به این سال نو تبریک و تهنیت می گوییم. بگذار روزگارتان پر از ناز و نعمت باشد. سال نو آمد چو مهمانی نوی، با درود و باد و بارانی نوی. همراهش گویا به گرد این زمین میزند شیپور زمستانی نوی. هر ملکی از آسمان ها آمده میچمد بر ارچه میدانی نوی. سال نو اقبال نو می آورد به همه صاحب یارانی نوی. تو نخوانی نگاهی هسته من، تو چی دانی دلی شکسته من. ای چرا می روی از نگاهم، می کشایی دری بسته من. ای چرا می روی از قلبی من، می کشایی دری بسته من. ای یاری دل آزارم مکن خارم مکن زارم. آخر تو کجا رفتی من هنوز انتظارم. ای یاری دل آزارم مکن خارم مکن بیمارم. آخر تو کجا رفتی من هنوز انتظارم. آخر تو کجا رفتی من هنوز انتظارم. بروی از پی هوای و هوس، به تو قلبم گهه نخواهد نفس. پر از ناز و پرواز تو می آیی، من آتشم برایت باشم قفس. یاری دل آزارم مکن خارم مکن زارم. آخر تو کجا رفتی من هنوز انتظارم. ای یاری دل آزارم مکن خارم مکن بیمارم. آخر تو
سال 2021 در تاریخ تاجیکان جمهوریمان سالی فراموش ناپذیر بود. هر یک فردی تاجیکی جمهوریمان به ساحه‌های گوناگون به دستاوردهای نایل گشتند که این همه از کار و آمادگی آنها همیشه با آرزوی و آمال نیک زندگی کردن هر یک ما دلالت می‌دهد. امیدواریم که در سال 2022 هم این آرزوهای نیک شما و هر چی که هدف بر پیش خود گذاشتید البته حتما جامعه عملی می شود، زیرا دنیا با امید است. در هفته اولین سال نو قرار داشته به قفا و 12 ماهی سپری شده نظر می افکنیم. رویدادهای مهم خاطرمان سال گذشته زیادند، اما بیداری خرد مردم ما در پیشبرد احیای میراث پرغناوت ملت، تجلیل جشنهای ملی قابل سرافرازی و شادمانی‌های به انجام ماست. به مناسبت تجلیل 30 سالگی استقلالیت، صاحب مکافات‌های دولتی شدن هموطنانمان برای ما فخری به اندازه دارد. سال 2021 حالا که پشت سرمان از هر جهت برای ما سال خاطر نشان بود. البته ما بسیار خوب میدونیم که سال 2021 در تاریخ مملکت و گویا که در تاریخ تمام جمعیت جهان سال مبارزه ضد کووید 19 بود و البته این سال ما بسیار سربلندانه پس سر کردیم و در این سال که البته که سال تاریخی بود برای جمهوری ما بسیار واقعه‌های بزرگ سیاسی را اثر گذراندیم و من فکر میکنم که این واقعه‌های بزرگ سیاسی را ما با سر بلند پشت سر نمودیم. من از جمله میتونم گفتن که سال انتخابات پرزیدنتی بود و ما این امتحان سیاسی را بسیار سربلندانه، بسیار با موفقیت اثر گذراندیم و آن را با موفقیت انجام دادیم و با وجود اینکه در بسیار مملکت‌های جهان حالا باز موج دیگر، موج نوبتی کووید 19 ادامه دارد، در ما تا اندازه شرایط بهتر شد، تا اندازه مردم توانستند که به کار خودشان رسند، به زندگی خودشان رسند. مردم اون چاره و تدبیرهایی که در پیش گذاشته بودند، در نقشه خود گرفته بودند انجام میدهند و در هر صورت سال 2021 برای مملکت ما خیلی سال خوب بود و از جمله من گفتم میتونم که برای روزنامه ما، برای آواز تاجیک هم سال بسیار نیکی بود و در این سال ما تا امکانی که بود، تا اندازه‌ای که امکانیت داشتیم، تا درجه‌ای که صلاحیت ما کفایت میکرد، ما این سال رو پشت سر کردیم و فکر میکنم که خوانندگان روزنامه، علاقمندان روزنامه و اونهایی که روزنامه دوستداشته خود حساب میکنند آواز تاجیک رو، من فکر میکنم از مضمون آن، مندرجه آن قناعتمندی حاصل کردند. برای همین هر چیزی که بود در سال گذشته من فکر میکنم برای ما بسیار با موفقیت بود و سال 2022 که حالا فرا رسید و ما در اول سال 2022 قرار داریم، آمدنش نیک باد میگیم، قدمش نیک باشد و فرارسی سال 2022 برای تمام علاقمندان روزنامه، برای مردم شریف ازبکستان تبریک میگویم. سال نوتان مبارک باد و در سال 2022 برای همه شما، برای یک و یک شما موفقیت، تنصیحاتی و سربلندی تمنا دارم. سال دستگیری جوانان و مستحکم سازی سلامتی اهالی در حیاتمان نقشی درخشان گذاشت. ما بسیار کارها را انجام دادیم. مملکت بر رشد بلند اقتصادیات نائل گردید. شهر و دهات آباد گردیده نمودی ناتکرار ازبکستان نو تشکل می‌یابد. همکاری‌های ادبی و فرهنگی با مملکت‌های همسایه به درجه پیش رفت. نفوذ مملکتمان در عرصه جهان می‌افزاید. سال 2021 میلادی برای خلق ما، مردم ما، سال خوشایند، سال پر از آمدها بود. از جمله برای مردم تاجیک زبان ازبکستان سال فرح و شادمانی بود، چون که در این سال از ایجادکاران تاجیک زبان ازبکستان 7 نفر به اعضایی اتفاق نویسندگان ازبکستان پذیرایی کردند و بنده نیز در این شمار بودم. همچنین روزنامه آواز تاجیک با عددی بیش از 5000 در این سال نشر گردیده با مردم، با اکثر خوانندگان با طرز رایگان تقسیم کرده شد که یکی از موفقیت‌های مطبوعات به شمار می‌رود، زیرا
حکومت جمهوری ازبکستان برای نشر عقیده های مردم، افکار اجتماعی مردم با زبان های گوناگون از جمله با زبان تاجیکی اعتبار مخصوص می‌دهد و نمونه آن آواز تاجیک را گفتن ممکن است. امید میکنیم که سال 2022 سال پر از کامیابی ها، سال آمدهای نوی میگردد برای خلق ما، برای مردم ازبکستان، چون که در سال 2022 نقشه های یعنی لایه های زیاد پیش بینی گردیده است و در سال نو در ازبکستان نو زندگی کردن برای مردم ما، برای خلق شریف ازبکستان در این امکانات های نو را باز میکند. با این مناسبت تمام مردم کشور را، تمام خلق جمهوری ازبکستان را با این عید پر از شکوه یعنی عید سال نو که تاریخ 2000 ساله دارد تبریک میکنم و امیدوارم که در ازبکستان نو با مهر و محبت نو، با غایه های نو، با امکانیت های نو و موفقیت های نو زندگی کردن برای هر یک شهروند کشور ما نصیب میگردد. سال نو یعنی دوام سال نیک، سال نو یعنی پیام فال نیک، سال نو یعنی شکوه فصل دی، سال نو تبریک یاران پی به پی، سال نو سال پر از مهر و صفا، سال نو آغاز فصل خنده ها، سال نو یعنی به تبریک آمدن، مشت خود پشت در دلها زدن. پس مبارک باد یاران سال نو، هدیه سازد بر شما اقبال نو. در زمین و آسمان شاعری کی شنیده خوشتر از لحنی دری، لفظ شیرینش مرا بیدار کرد، با منیسانش انیس و یار کرد. من ببالم با زبانی ملتم، با بساطی جاویدانی ملتم، پیش پای عارفانش سر نهم، این دل و هم دیده را بستر نهم. حمد و بیحد بر سر و بر سرورش، بر خدا و جمله پیغمبرش. جوانان سعی کننده ما به دستاوردهایشان ما را خوشحال می نمایند. عنعنه های متفکران بزرگ مولانا عبدالرحمن جامی و میر علی شیر نوایی را امروز ادامه می دهند. این همه از جاویدانی دوستی خلقای تاجیک و ازبک نشانه است. azaldan ma'lumki o'zbek tojik xalqi milliy qadriyatlari, urf odatlari qolaversa mehr oqibati bilan bir-biriga juda yaqin xalq hisoblanadi. Albatta bu mamlakatda barcha millatlar shu mamlakat rivoji, mamlakatimiz xalqimiz farovonligi yo'lida do'stlik, ahillikda yashab kelmoqda va shu bilan birgalikda shuni aytib o'tish mumkinki, mana hurmatli prezidentimiz tomonidan olib borilayotgan islohotlarda ham turli millat vakillariga bo'lgan hurmat, boshqa mamlakatlar bilan olib borilayotgan islohotlar, tuzilayotgan rejalar, ular bilan milliy qadriyatlarimiz, urf-odatlarimiz, tariximizni bir-biriga bog'langanligini ko'rishimiz mumkin. Buni zamirda eng avvalo bir-biriga bo'lgan rishta yotibdi. Ya'ni tojik o'zbek xalqi hamisha bir-biriga mehmondo'st, qolaversa ittifoqdosh, shu bilan birgalikda bir-biriga ahil inoq xalq bo'lib qancha asrlardan buyon yashab kelmoqda. Shuni aytib o'tishim mumkinki, O'zbekiston telekanalida bir qancha ko'rsatuvlar bor. Mana shu ko'rsatuvlar ichida Rangin kamon ko'rsatuvini olib qaraydigan bo'lsak, bu ko'rsatuvda o'zbek xalqi bilan tojik xalqining madaniyati, ma'naviyati, bir-biriga bo'lgan mehr oqibati, rishtalari chuqur ko'rsatib boriladi. Bu esa albatta bir-biriga bo'lgan mehr oqibatni oshiradi, mehr muhabbatni oshiradi. Qolaversa bir-biri bilan hamkorlikni yanada mustahkamlaydi, insonlar o'rtasidagi, xalqlar o'rtasidagi tinchlik, totuvlikni ta'minlab beradi. Shu bilan birgalikda shuni aytish mumkinki, biz ko'p millatli xalq ekanligimiz, qolaversa butun dunyo bilan, butun xalqlar bilan tinch, totuv, ahillikda, birdamlikda yashash bizning ustuvor maqsadimiz ekanligini ko'rsatib beradi desam to'g'riroq bo'ladi. Sog'inchlardan qonar bu dil, shodliklarga to'lmoqda ko'ngil. Orzularni olib kelsin bizlarga, biz kutgan yangi yil. سال 2022 در مملکتمان سال تأمین منفعت‌های انسان
و رشد محله اعلان گشت. این البته برایمان پیش از همه تامین حقوق و آزادی منفعت‌های قانونی هر یک ساکن وطنمان می باشد. واقعاً آسودگی در محله این آسودگی تمامی مملکت است. بگذار سال نو تمامی چیزهای خوبی را که در انتظارش هستیم، مسئولیتی بیشتر، نقشه های تازه، کوشش های سودمند، احساساتی والای وطن دوستی، رشد سمت‌های مختلفی خواجگی خلق، فرهنگ و معارف را با خود آورد. خلق ازبکستان را از صمیم قلب تبریک و تهنیت میگویم. به شمایان عمر دراز، رزق فراز، سربلندی، صحتمندی آرزو نموده، آن نیت‌های نیکی که در سال کهنه به آخر نرسانده بودید، در سال نو 2022 الها به عمل آید. دوستان، در مملکت صلح پرور ملت پرور ما زیاده از 130 ملت پهلو به پهلو با همدیگر کار و زندگی میکنند. من بسیار میخواستم که این دوستی خلقای ما هیچگاه به آخر نرسد. همیشه با نیت‌های ناز با یکدیگر واخوریم. همین خیل محفل‌های بزیب، همین خیل تدبیرهای بسیار سیرمضمون برای مملکت ازبکستان ما بسیار میزیبد، چون که این مملکت حقیقت پرور، صلح پرور و با دوستان همیشه پهلو به پهلو میگردد. بگذار در سال کهنه‌ای که گذشت من بسیار یک خرسندی های زیادی را از سر گذراندم. نبیره من استودنت طبی شهر بخارا شد. این برای من یک بخت کلان است و بسیار میخواستم که آن بیبی ها که آرزوی دارند نبیره هایشان به خواندن دارند بسیار یک جوانان خوشبخت شوند، چون که به مملکت ما الهی هیچگاه چشم نرسد. همیشه برای که حاضر می رود و راه صلح و امانی باشد و همتون سال نو مبارک باشد. خوش آمدی سال نو. شاهی خوبان توی راحتی جان توی شاهی خوبان توی ای راحتی جان توی شاهی خوبان توی ماه شبستان توی شاهی خوبان توی ماه شبستان توی از چشم و لطاف تو میبوسم شاهی دختران تو در آغوشم از چشم و لطاف تو میبوسم عاشق لبان تو گرنوشم به ساغر و می مست و مدهوشم به ساغر و می مست و مدهوشم شاهی خوبان توی راحتی جان توی شاهی خوبان توی ای راحتی جان توی شاهی خوبان توی ماه شبستان توی شاهی خوبان توی ماه شبستان توی
راحتی جان توی شاهی خوبان توی ای راحتی جان توی شاهی خوبان توی ماه شبستان توی شاهی خوبان توی ماه شبستان توی شاهی خوبان توی راحتی جان توی شاهی خوبان توی ای راحتی جان توی شاهی خوبان توی ماه شبستان توی شاهی خوبان توی ماه شبستان توی همدیاران عزیز و ارجمند، بینندگان عالی قدر، این بود برنامه این ساعتی رنگین کمان که ما ایجادکاران با مهر و محبت و سخاوت به شما آماده نمودیم. در آخر برنامه باز یک بار شما را به سال نو تبریک میگوییم. خوش آمدی سال نو. خدا حافظ.